اینجاست خیاطیه. خیاطیه و مدلاشون و الگوهاشون. چه چراغ گرسوز قشنگ و شیک و قیچی و الگو و پارچه هم که اینجا گذاشتم، یعنی دکمه هم که این بالا بود. خب خیلی خوب. قیچی چه صداش میاد برش قیچی. اینجا هم که خانم خیاط باز زندگی میکرده. اینا هم مبلشون بوده هم تخت خوابشون بوده. این میکشیدن جلو، یه ذره پهن میشده و روش میخوابیدن. یه نفر این هم که اتوهاشون رو میذاشتن توی این چیزشون گرم میشده. بعد چه اتو خوشگلی اینجا هست، که اتو قدیمی خوشگلی اینجا روی میز هست که این دهنش خیلی دهنه قشنگی. از این نعل اسبم وقتی که اتو گرم بوده میذاشتن رو اونو اتو میکشیدن.